و رسول الله صلی الله علیه و سلم تو از مدینه میخواستن خارج بشن، یه اعرابی باده‌نشین مسلمونم بود، جالب اینجاست، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ندیده بود، نمیشناخت. آمد چشمش پیامبر رو گفت یا رجل، آیا آقا این اسبو میخری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود چرا؟ بله میخرم. گفت به چقدر؟ گفت مثلا به این قیمت 500 درهم. گفت اسب مال تو. تمام. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود پول همراه نیست، بیاد منزل بهت پول بدم. چون ایشون با اسب بود و یک مقدار پیاده را میرفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم گامهاش تیزترک بود، جلوتر بودن. صحابه وقت دید این آقا اسبی به دستش هست، فهمید که فروشی است، دور و برش احاطه کرد. گفت اسبو نمیفروشی؟ گفت چرا؟ گفت چقدر؟ گفت شما چقدر میخواین؟ گفت ما 1000 درهم مثلا. گفت بیا مال شما. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مقدار پشتش نگاه کرد، اوه این آقا یک بازاری رو انداخته، دور و برش شلوغ، دارن باهاش چانه میزنن، هر کدوم یه قیمتی میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت که ای مرد تو اینو به من فروختی؟ گفت نه. گفت ما با هم معامله نکردیم؟ گفت نه خیر. شاهدت بیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهدی نداشت. صحابه وقت دیدن رسول الله هست عقب نشینی کردن، یک مقدار عقب رفتن، سکوت کردن، یعنی یک سکوتی بسیار عجیب. ولی حالا اون اعرابی نمیشناسه، میگه چی شده؟ چرا شما رو مثلا با این جمله چرا برق گرفتتون؟ خب بیاین دیگه. بعد گفت آقا ایشون خریده از شما این فرد. گفت نه خیر، شاهد نداره. بگو شاهدش بیاد. یکی از صحابه دست بلند کرد گفت من شاهدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو اسب خریده. پیامبر بلا فاصله، هنوز اون اعرابی واکنشی نشون نداده، عکس العمل تندو به موقع رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو کجا بودی که داری شهادت میدی؟ مگر تو بودی اونجا؟ چجوری شهادت میدی؟ گفت یا رسول الله وقتی ما رسالت تو رو، خبرهای آسمانی تو رو ندیده قبول میکنیم، این که زمینیه. به خدا قسم من اگر میبودم هم اونقدر یقین نداشتم که الان نیستم یقین دارم. پیامبر فرمود ایمان تو قابل تحسینه ولی شهادتت اینجا قابل قبول نیست. این اسب مال من نیست، من شاهد ندارم. این است منهج اسلام. امروز ما کجاییم؟ نام خود کردیم مسلمان، کو مسلمانی کجاست؟ آخه به ادعا میشه؟